ассалому алайкум. این ویدیو مخصوص برای غریب بچه‌هایی که در غریبی 2 سال 3 سال 5 سال و غیره ایستادگی‌اند. چنون می‌بینیم برادرای عزیز، این اینجا کلچه، چپاتیای، نونای، بهترین میوه و بهترین شیرینی خرمای ایرانی، بهترین میوه خرمای مکی فرق نداره. نونای، کامپوتای، کامپوتی توجیکی، چای کبو، چای فامیل، لالیو دوز یعنی کباب میکشیم. خونشوربو را میزنن یا کباب میزنن، فرق نداره کدامش کی باشه. اینجا نه ساموسه، نه پیراشکی، نه قند، نه پیسته. من را میتونم اینا لالی را دیسین 4 اتاج دیگه می اسراف حرامه. این گوده کسی یک پرس میگه اسراف حرامه. من میتونم که نمی لالی دا بزنم سنیکرز، مارس، مارمالاد، امندنس. نه که من مارمالادای حرامم. این روز یگان چی نمونده که در دسترخوان توجیک ندرویه. همین چکری روشک مونده دیگه همه چی هست در دسترخوان اودامو. اما متاسفانه شهبچه زن میگیره یا مثل قطعی عروسش قرضدار میشه. اروین خیلی دسترخوانای به عقلی میخیزه میروه با بچه‌های همسایه کو سینفوی 9 10 11 با چشم خمار میکنن، چشم خماری میدن، زنی را تماشا کردن میگیرن. این باشه صغیره باشه قطعی راست خودی کدگیش چی 2 سال 3 سال در روسیه فقط قرض میکنه. شاعر میگه توانگر قناعت توانگر کند مرد رو، خبر کن حریص جهانگرد رو. کسی که قناعت یاد میگیره توانگره، خبر کن حریص جهانگرد. حریص جهانگرد این بچه‌های غریبن که در هر دنیا میخیزن میرن با میبینی که خبر اومد زنت خیانت کرد، ایسالی دیولا که یا بچه میبروه نعوذ بالله با میگن خیلی زنکای توجیک. ای بی زنکو نیست، ای بینیم خشتومانای بدبخت که بعضیش همش نه که بچه‌ها را زن میتن دفش روسیه برا میگه کلینا میقپه در خونه 1 سال 2 سال بچه‌م فقط پول روی که من دسترخوان کنم بر قصد همسایه بر قصد خش توار. اینا میشیده کنیم خیلی. ما این روز قالبی اسراف زنها را شکستم الحمدلله. توی وقتا پاتسام بودین گاب مونو میگذشت. این روز زندگی که بالای خمون اومد الحمدلله ما شکستیم. اینیم قالبا شما هم برادر از میتونین که بشکنین همین قالبا. کودکای افغانستانی همسایه کودکای فلسطین میبینی ریشه علف میخره. این روز توجیک سامبوسا هم اوقات دروش گوشت داره، پیراشکی هم دروش گوشت داره، شوربا، آش، مانتو، لوبای چیرا روی دسترخوان میورن. اینمی غیر نوس موندگی چی موندگی سیالف چکری لوبای مرمیلا چیزی که خیتای فریو کدگی کو پیچینی میچینی رگالی ککس پکس می اندازن دیگه کو میخرن شکمو دریدگی کو ترش میشن نمیدونه چی بخره. نعوذ بالله خود توالت اشمو مینادور نمیشه برادرونه که میونی اون مردک شکستگی در روسیه بس کنین همین کارتون مردمی توجیک. زنکو شاو خو میرن کو پیش خور رفتن پلان میکشن پگا کجا گودک بینی بریم عروس بینی اوخی وای زویده برای خودش زویده نمیکی نویرادور شده نخرین ته در کور نویره یک کسی دیگه فرزند خچه برای یک فرماچه ایش میگیرم میبره کی او فرماچه رو همون پولشکک میکنی چی در کور میکرو تو این اسراف کو خونی شوده یا مرغ بخار ایا معرکه رفتن یا مرغ بخار تخ کنه یا بز بخار یا گوسپان بخار جام که یا گو بخار مردک بیا که اوغلش پرشیده باشه. این روز دسترخوانی اروکش ای دسترخوانی وزیر فرق نمیکنه. پد اروا میکشه کو دسترخونش ای وزیر در پیش غیر هم شامپانسکی دیگه لوبوی چی هست. تو میتونی برادر نمیخه چپاتی قاق این میخه چپاتی تنکی مادری هفت پشتمونا بزنی خرمای ایرانی را عربیه کامپو ترموز دا چای شورباشای اوشای مانتوشای بردار همون یا اوقات بخره بخیزه بروا اوخیت اروبکشی پل کورکی یا تنگین بخر یا تیکو بخر با پشتش نه با پشت نه و با ماشین برو تا ببر دیگه عرق نریزه. یا استیرانی ماشینا بخر خونه ده یا ترمکس بخر خونه ده یا گاز بخر خونه ده. تو شکای مردم در راندن هنر فقط خوردن شده گه. یه روز مردمی توجیک ده بچه‌های غریب بچه‌های یوشه که نه زنگ گرفته رفتگین کو خانواده بابیامون کو بانان نمیخوردن، کیوی نمیخوردن، سنیکرز مارس نمیخوردن، فطیر میخوردن، فطیر توجیکی گردچه میخوردن. شب دخچاق کمپیشون 24 ساعت خواب بودن. فهمیدی رنگ شما نیست که یا موزن میگیرن 2 سال 1 سال در روسیه این بعض زناتون خیانت میکنن بعض زناتون بدیل میشین و نعوذ بالله با سرش میتین. های ای بی انا می زنکای ای بی انو مردای انا پد کابلوش نیکن که گپی زنکو را میگن چی گهری خیلی بگن در دوری دسترخوان توجیک. این روز میبینی
اینا دسترخوان اینا نگاه کو 4 اتاژش کردن ولی این روز پاک گلش موندن نقراش موندن این روز پاک کو باید 7 اتاژش میکنن دیلش موندن نخره ندا من گرفتم توف کردم اینجا پلیواتش کردم فریدم تمام در 5000 6000 سومون دسترخوان میکنه لیکن گودکی همسایه صغیره بی‌وزن بیا بگه 5 سنبت یا روچکا بخره مکتبم دکو بدبخت نمیتیا ظالم یا صغیره یا گدور نمیتیا لیکن چی قرض میکنه ای بانک 4 5000 سومون قرض داره 50000 سومون قرض داره قرض میکنه درجه نمیکنه قرض میکنه معرکه میکنه بمر کسی که قرض بکنه کو جنازش درست نیست این گودک پرس میگه اسراف حرامه پس ما حرام خور شدگیم یعنی اسراف کنی حرام خوریه این مستیا روز پستیا داره برادرها احتیاط شین بخت بیاین فریب این دنیا را نخرین شتو بی تیا لوستر یا ابوی قیمت بزنی خونه دکو مگرم یا محکار کنی لیکن تیا لامپچکا بزن کو هم یا روزا کورید نمیشه یا لامپچه 5 سومون باشه یا 10 سومون باشه یا لوستر قیمت 2000 سومون برای 2000 سومون تی یا ماه میزنی برای یا دروازه قیمت تی 2 ماه 3 ماه میزنی که 3000 دلار دروازه کنی لیکن روسیه دا میبینی میلیونر زبورش دروازش چیه یا زبور یا تنکگی دمیتره را بزن خونه نتو شیدا ای بیتون میکنی اوخی عمرت 1000 سال 70 دانشیده مردستیان آدمو میگم که من همه تو اینجا پیستا بودم مغز چاز نکن کسی را پیستا میفوره سنیکرز میفوره برای تای جوگه دا قطعی کمپیرش زدن میگیره خونی مردم جای پیستا خری نیست برادر عزیز بخت بیاین قرضاتون بکنین آدم قرضو را جنازش درست نیست همین قمگن شما را نه حکومتیش نه دینیش اگه چی را نمیفهمین یا اسراف کورشین آدمو در کس نزو میپرن شما فقط 3 اوقات اوخی که دسترخوان میجوشه ولی ما یگون تو پرتونتونه جای پامونی نیست ترش میکنین مهمونو را روی میکنین خیلی مهمون که اومد بیکوره بعد چریدن میگیره بعد ناسور خوب بودن با تقوا که کم بخره اوخی را جمع بحث میکنیم برادر رو با هم شعر شاعر که قناعت توانگر کند مرد رو اینجا یک دنیا معنیه کسی که قناعت میکنه با این نون با بیامون با فطیر چپاتی قناعت کردن توانگر شدن قدی کمپیروشون خور رفتن کمپیرو یگون کس خیانت نمیکرد از سری دیوارچه چی یگون کس نمیپرید قناعت توانگر کند مرد رو خبر کن حریصی جهانگرد رو این بچه‌های غریب در هیرسی دنیا رفتگین خونه ما ابوی کنم دیور ریمون دی تاش سه تاش کنم عمر جوانید میگذره اینجا عروسکت پیر شدگه با میای نه اون زندگی میفورته نه اون خونه میفورته فهمیدی عین راحت اونای ای 3-4 ماه زیاد نبستین یا زناتون پیش نمو برین بخزین بیاین با الله قسم نگپی او چرا بگین نگپی او ترا بگین بگذار خفش و بگذار آخ کنه در کاری شریعت در کاری اسراف آخ هم کنه آخ نمیشین برادرای عزیز بشکنین این همی چیزا قالب اسراف زنها را بشکنین شما میتونین ان شاء الله سخن بسیار شد لیکن یک مصرع شعری دیگه شاعره که یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چراغ پیش کور است الله نگهبانتان کسی که عقل داشت گپ فهمید ان شاء الله عمل میکنه